میگوید جوانها امروز اینترنت میآموزند، ما که طلبگاریم. جوانهای عزیز، من شما یاد داشته باشین در روزهای جمعه جوانهایی که مکتب خوان بودن من نمیگذاشتم که مسجد آیند. گفتم را درس هاتون خوانید، از درس ها نگریزین. همون مکتبی که علمی که میآموزین همون هم علم خداست. علم دنیا علم خدا هست، علم آخرت هم علم خداست. ما نمیگذاشتیم. گفتن جوانها اینترنت میآموزن، امروز کامپیوتر میآموزن. ما طرفدار هستیم که امروز جوانها کامپیوتر آموزن، اینترنت آموزن، زبان انگلیسی را دانند، زبان عربی را دانند، همه زبان دانند. لیکن میگوید میدانید که در داخل اینترنت اینا چیکار میکنن؟ اینها با طریق اینترنت زنا میکنن. چگونه؟ در اصل وجود داشت، من این داشت، این سخن من شنیده بودم. لیکن باز وقتی این برادر پیشنهاد کرد، گفتن صورت میبراید از ممکن دولت‌های روسیه باشد، دولت‌های امریکا باشد، یک صورت دختر میبراید. از این طرف این جوان ما و شما، از آن طرف آن دختر با یکدیگر صحبت میکنند و در حالت صحبتشان سر میکنند. مثال وای از اونجا میگوید تو لباس تا بدر کن، کرتت بکش، وای هم کرتش بدر میکنه. وای از اون طرف این جوان تماشا دارد، این جوان از اینجا اون زن تماشا دارد. وای لباس میکشد، فلان شکش، فلان ش میکشد. با طریق همون اینترنت با یکدیگر زنا میکنند. آیا این گناه نیست؟ نخواد در اینترنت ما و شما وقتی داخل میشویم اینقدر علمهای زیاد ماندگی، اینها را آموختن برای ما و شما ضرور است، نه با طریق اینترنت زنا کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. همین برابری است که انتناها همه فساد کرده است، بس نیست؟ رسول اکرم میگوید چشمها هم زنا میکند. زنای چشم